بچه‌ها این قسمت ما قراره یه صاف واکس با قیمت 2600 درست کنیم که خیلی کمتر تو خونه میتونیم با قیمت حدودا 200,000 تومان این صاف واکستون رو درست کنیم. حالا از همه 4 تا تیکه به ابعادی که توی کپشن براتون نوشتم درست میکنیم و فویل رو باز میکنیم. دیگه اندازه اون کارتونایی که بهتون ابعاد دادم میبرین و میچسبونین روشون. وقتی چسبوندین دوتاشون رو به کنار هم میذارین و میذارین خوشه. من برای اینکه سریعتر خوشه با سشوار خشکش کردم، دوتاشو درست کردم و 4 تا رو کنار هم گذاشتم. 4 تا وقتی میذارین کنار هم با چسب نواری 5 سانتی کنار هر گوشه رو چسب میزنین که مربع شما درست بشه. اصل کار شما میشه این شکلی. خیلی کار برای مربع 14 در 14 بعد برش بزنین و بزنین ته کار. وقتی درست شد بعد به اندازه پاترومایی که گرفتین یه دایره درست کنین که پاترومو داخلش جا بخوره و بتونیم لامپو بذاریم. بچه‌ها من می‌خواستم که برقکاری‌ها رو جداگونه بذارم ولی گفتم خیلی خوب پس من وقتی می‌خوام برقکاری‌ها رو بذارم کل ویدیو رو کامل میذارم که شما سیوش کنین راحت بتونین مرحله به مرحله انجام بدین. همونجوری که می‌بینید من پاتروم سرش رو باز کردم و این قطعه کوچولو از جاش اومد بیرون. وقتی که این قطعه میاد بیرون با چاقو باید اون پیچا رو باز کنین تا یه ذره شل بشه. فندک رو برمی‌دارین سر سیمو میکشیم با یه دستمال که سیم لخت شه. همینجوری وقتی سیم لخت شد داخل پاترومش میکنین و با یه چاقو یا پیشگوشتی یا هر چیزی اونو صفر میکنین و اون سمت دیگه هم دقیقا همین کار میکنین تا لامپتون وصل به پاتروم بشه. وقتی لامپتون به پاتروم وصل شد یه سولاخی داره که پلمپه و همینجوری که میبینین بعد داخلش باز بشه. سیمو رد میکنین از کلایی پاتروم به داخل و وقتی داخل کردین پاتروم رو به سر پیچ دور میدین که بسته شه. خیلی خب بچه ادامه ویدیو رو با همون صدای توی اینستا میبینیم. کارتون 14 اونا با یه فویل میپیچونیم و میذاریم ته کار. وقتی میذاریم ته کار حتما همه جا رو چسب بزنین. بچه پاتروم رو که به سیم وصل کردین سیمو دو تیکه از هم جدا میکنین. وقتی از هم جدا کردین یکی از سیما رو دو قسمت میکنین. سر سیمو آتیش میدین دوباره سیمو لخت کنین که به کلید پل بین راهی وصلش کنین. همینجوری که میبینیم باید اینجوری نصب بشه و پیچی که ما داخل سیمو کردیم باید کاملا سفت و محکم بشه که کلیدمون درست کار کنه. خب همینجوری که میبینید اون سمت دیگه هم باید همینجوری داخل پیچ بکنیم و پیچ رو صفر کنیم. وقتی پیچ رو صفر کردین دیگه کارتون تمومه و میخواد فقط قاباش رو روی هم بذارین و کلیدتون درست کار میکنه و به پاتروم وصله. خب بچه‌ها این تا الان پاتروم یادتون دادم کلیدم یادتون دادم. خب اینجا که دو تا ازشون درست کردین سر سیما رو دوباره با چاقو میکنین و تیز میکنین و سر اون سیم دیگه هم میکنین و تیز میکنین که جفت این دوتا رو به هم وصل کنیم. یعنی جفت پاتروما رو که جفت کلیدا هستن بعد وصل کنیم. حالا از سمت کلیدا با هم دیگه و از سمت مخالف کلیدا اونا رو با هم دیگه سیما رو میپیچونیم. بچه این مرحلهش خیلی راحته. یه سیم دیگه ور میدارین دو سرش رو لخت میکنین و این دو سر رو بعد بچسبونین به اون دو سری که لخت کردین. یکی ایشو این تو این مرحله بهتون نشون میدم که چجوری دو سرش رو به هم وصل میکنم و با چسب برق قشنگ و محکم باید بپیچونین که کنده نشه. این سمت کلیدا و سمت دیگه هم همینجوری همین کار باید ادامه بدیم و با چسب محکم یه جور ببندین که کنده نشه. بچه‌ها تمام برقکاری این صاف واکس همینقدر بود. اگه این مرحله رو مرحله به مرحله پیشرفته باشین صاف واکستون یه دو شاخه میخواد و تمام. الان صاف واکستون درست شده و سه حالت داره: کم، متوسط و زیاد. امیدوارم لذت برده باشین.